اگه تازه موتور خریدی و ظاهرش یکم به هم ریخته است و نمیدونی چطور درستش کنی، امروز توی این ویدیو میخوام بهت یاد بدم چجوری موتورتو بازسازی کنی و از این تبدیلش کنی به این، حالا با سلیقه خودت. برای اینکه موتورتون رو بازسازی کنین باید اول یک سوال از خودتون بپرسین، اینه که موتور رو برای ظاهرش میخواین یا باطنش. و من وقتی این موتور رو خریده بودم نه ظاهر داشت نه باطن، برای همین چون باطن برام مهمتر بود اول اومدم اون موتورش رو یکم دستکاری روش انجام دادم، یکم تقویتش کردم چون 125 و نمیخواستم 150 یا 200ش کنم و حقیقتا پولش هم نداشتم، ولی خب از این 125 که هست راحت 150 رو میتونه بگیره که حالا توی ویدیوهای بعدی میگم چه کارهایی روی موتور انجام دادم که بتونه 150 رو بگیره و فعلا راجبش صحبت نمی کنم، فقط در همین حد بدونیم که یه دستی روش کشیدم. برای اینکه شما بتونین ظاهر موتور رو طبق سلیقه خودتون جمع بکنین باید اول موتور رویاهاتون رو نگاه کنین ببینین چی داره و از اون اسکی برین. اسکی یعنی همون تقلید کنین، کپی کنین. مثلا اگه یه موتوری باکش قرمزه، شما اونجور دوست دارین میتونی باکشو قرمز کنی، برید باک های مختلف قرمز ببینی توی گوگل و خلاصه یکم در موردش یکم دنبالش بگردی و بیای رو موتورت ببندی و حالشو ببری. من چون این موتور از اینجا تا اینجا یعنی کل موتور داغون بود، من مجبور شدم که همه‌شو عوض کنم، لاستیک جلو، گلگیر جلو، اگزوز و شموایر اینا که باطن موتور، دست گاز، فرمون، کیلومتر، 4 تا راهنما که اصلا نداشت براش انداختم. اینم انداختم چون بعضی وقتا راه دور میرفتیم گوشیمو میتونیم نگه داریم و یه مسیریابی، یه چیزی که شارژرم داره و 2 تا قاب بغل، کاربرات که اونم باطنه، لاستیک عقب، راهنماهای عقب، زین و زین و خطر عقب که الان یکم با بنزین شستم یکم رنگش اینجوری کدر شده. این بالای عقب، گلگیر عقب و خیلی چیزای دیگه، خیلی خرجهای دیگه که روش انجام دادم. این کلید خلبانی هم گذاشتم برای جفت راهنما که این ور میزنی جفت راهنما، این ورش هنوز معلوم نیست و اینکه روی این یه دونه تتو هم زدم که با چراغ کوچیک روشن میشه. این جای دنده شماره و این موتور چون مدلش 83 هست دنده شمار نداره و فقط خلاصی رو نشون میده. من اینو دنده 5 رو به چراغ کوچیک وصل کردم که وقتی شب میشه و چراغ کوچیک رو روشن میکنم این قرمز میشه و یه چیز بالی میشه. و دیگه چی عوض کردیم؟ سیم گاز، سیمای ترمز و صافی بنزین، تابلو جلو، کله چراغ، همین که میخواستم 2 تا رینگم بگیرم براش بندازم ولی چون پول نداشتم حقیقتا که میخواستم برای موتور رینگم بگیرم و چون پول نداشتم حقیقتا نتونستم بگیرم، ولی خب میگیرم. رینگ نیکتازی بهش میاد ولی چون گرونه شمشیری هم خیلی باید بهش بیاد. و دیگه چی عوض کردیم؟ 2 تا کاسه ها، خورشیدی ها، زنجیر، همین. و شما برای اینکه بتونین موتورتون رو ظاهرش رو سالم بکنین، روبرو بیارین، روبر راه یعنی بیارین روبر راه بیارین و درستش کنین، باید بدونین موتورتون چی میخواد، چی رو تغییر بدی رخش بهتر میشه طبق سلیقه شما. و باطنش هم میتونین حالا تقویت کنین. ویدیوی کاملش هست که در مورد تقویت موتور صحبت کردم و یه دونه بوق پژویی هم چون من کارم با چی سازیه یه دونه بوق پژویی انداختم
و وقتی سویچ باز میکنی بوق میزنی صدای بوق 206 میده. باکو که میبینین خیلی داغونتر از این بود. من درش آوردم رنگ زدم، برچسباشو همه رو کندم، دوباره برچسب وصل کردم که خب یکم بد وصل کردم و چون از این توسیه اینجا داره از این خوشم نمی اومد اونو کندم دیگه، وصل نکردم. این دوتا آرمم وصل کردم، انجینشم رنگ کردم که یکم رو به راه بیاد. ولی خب این آثار کیلره، کیلر رو فکر کنم زیاد زدم که اینجوری شد. یکم بخوام در مورد باطن موتور صحبت کنم. موتور هواکش نداره، یعنی هواکش رو در آوردم چون هوای بهتری بکشه. کاربراتش رو عوض کردم چون دیگه حوصله سرعت و این چیزا رو زیاد ندارم و چون کاربرات قبلیش خراب بود. کاربرات قبلی مصرف سوختش بالا بود که خب توان خیلی خوبی به این موتور میتونست بده و چون خراب بود فعلا اینو انداختم تا اونو درست بکنم و دوباره برگردم. همین، چیزی نمیمونه. لایک و کامنت و ساب یادتون نره، حمایتم کنین تا بتونیم یه تجهیزات خیلی خوب بگیرم و تصمیم گرفتم که اگه خدا بخواد یوتیوب منو مانیتایز کرد این موتور رو تقویتش کنم به 250 یا 200 300 هرچی که در توانم بود. و همین، تا ویدیوی بعدی بدرود.